hear happy stories around us. The world is so dear. لومی و کلاه جادویی. سلام کوچولو. امروز میخوایم با هم دیگه بریم به دنیای جادویی و داستان یه خرگوش کنجکاو به اسم لومی رو بشنویم. آماده اید؟ پس گوشاتون رو تیز کنید. توی یه دشت سرسبز و پر از گلای رنگارنگ یه خرگوش کوچولویی به اسم لومی زندگی میکرد. لومی یه خرگوش بازیگوش و کنجکاو بود که همیشه از خودش میپرسید چرا گلا رنگاشون با هم دیگه فرق داره؟ چرا رنگ آسمون آبیه اما رنگ درخت‌ها سبزن؟ یه روز لومی همونجوری که داشت توی جنگل راه میرفت یه چیز درخشان و عجیب و رنگی بین چمنو دید. لای 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 لا لا لای 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 لا. تو دیگه چی هستی؟ چه کلاه بزرگی، چه قدم رنگیه. وای انگار که یه چیز جادویی توشه. لومی با احتیاط به کلاه نزدیک شد که ناگهان صدای مهربونی از توی کلاه اومد. سلام لومی. لومی با تعجب به اطراف نگاه کرد. تو کی هستی؟ این صدا از کجا داره میاد؟ بیا نزدیکتر لومی، منم کلاه جادویی. کلاه جادویی؟ تو میتونی حرف بزنی؟ چه بامزه. کلاه جادویی که میدونست لومی رنگ ها رو خیلی دوست داره یه پیشنهاد داد. لومی دوست داری رنگ ها رو بیشتر بشناسی؟ مثلا اینکه هر رنگ چه احساسی به ما میده؟ وای آره من خیلی دوست دارم. میشه بپرم توی کلاه؟ کلاه با مهربونی یه لبخندی زد و با رنگای درخشان و جادویی توی آسمون میچرخید. در حالی که چشمای لومی از هیجان برق میزد پرید توی کلاه و سفر رنگ ها آغاز شد. اولین ایستگاه دنیای آبی بود. لومی وارد دنیای رنگ آبی شد. همه چیز آبی بود. دریاها، آسمون، حتی کوه‌ها. کلاه جادویی گفت آبی
یعنی آرامش و رهایی. زمانی که احساس نگرانی میکنی، نگاه به آسمون آبی میتونه به تو آرامش بده. آها، لومی یه نگاهی به آسمون آبی کرد و دریاهای بزرگ آبی رو دید و احساس آرامش کرد. من قبلا وقتی که ناراحت بودم به آسمون که نگاه میکردم آروم میشدم. حالا فهمیدم چرا. آره لومی، تازه قبل از اینکه بخوابیم میتونیم چشمامونو ببندیم و رنگ آبی آسمونا و دریاها رو تجسم کنیم و اینجوری خوابای شیرین و آرومی ببینیم. آها، بعد از اون کلاه جادویی لومی رو به دنیای رنگ قرمز برد. لومی با چشمای درشت برقدارش به دنیای رنگ قرمز نگاه کرد. وای خدای من، چقدر هیجان انگیز و قشنگن. اینجا همه چی قرمزه. گلای قرمز، سیبای قرمز خوشمزه رو ببین. سنجاقک‌ها، حتی سنجاقک‌ها هم قرمزن. چقدر این رنگ قشنگه. دلم میخواد بدوم، بپرم، کارای بزرگ بکنم. حس میکنم خیلی قوی شدم، مثل قهرمانا شدم. کلاه جادویی، من میخوام یه چیزی بهت بگم. میتونم بگم؟ آره لومی، بگو. من وقتی که عصبانی میشم لپم قرمز میشه. قرمز رنگ آتیش میشه. آها، به نکته خوبی اشاره کردی. رنگ قرمز نشونه حس خشم هم هست. حس خشم یک حس طبیعیه. درسته، حس خشم حس طبیعیه. پس بزن بریم به رنگ بعدی. بعد از اون کلاه جادویی لومی رو به دنیای زرد برد. وای چقدر همه چیز جادوییه، قشنگه. همه چیز زرد و طلایی بود. خورشید توی آسمون می درخشید و گلای زرد توی زمین شکوفه زده بودن. زنبورای زرد خوشگل توی هوا پرواز میکردن و میرفتن توی این گل و میرفتن توی اون گل. انگاری که داشتن با هم دیگه قایق موشک بازی میکردن. کلاه جادویی گفت هر روز با دیدن رنگ زرد خورشید روزمونو با شادی و خنده شروع میکنیم. رنگ زرد مثل یه دوسته، مثل یه دوست قابل اعتماد برای تو.
آره من هر روز صبح همیشه با نور خورشید بیدار میشم. وقتی که چشممو باز میکنم نور خورشید داره صورتمو قلقلک میده، میگه لومی بیدار شو زرد قشنگ من. در نهایت کلاه جادویی لومی رو به دنیای سبز برد. وای چقدر همه جا سبزه، چه سبزای قشنگی. کلاه جادویی گفت رنگ سبز یعنی رشد و تازگی. رنگ سبز به تو کمک میکنه که احساس سلامتی کنی. اوه چقدر جالب، چقدر چمنو نرم و تازه. اینجوری میخوام روی چمنو دراز بکشم. الان که دراز کشیدم احساس میکنم چمنو دارم بدن منو قلقلک میدن. وای اون بالا رو نگاه کن، درختای سبز. وای رنگ سبز دور منو گرفته، چمنای سبز، چه رنگ قشنگی. حالا نفس بکشین، یه نفس عمیق. رنگ سبز رو با نفستون بدین توی بدنتون، انگاری که یه نور سبز میره توی بدنتون وارد میشه. چقدر جالب، داره میره توی بدنتون و میچرخه و میچرخه. همینجوری که داره میره جلو میبینه یه قمه کوچولو اون گوشه نشسته، میره قم رو جمع میکنه میذاره تو جیبش. دوباره میره یه ذره جلو میچرخه میبینه یه نگرانی اون گوشه نشسته، میره نگرانی رو جمع میکنه و میذاره توی جیبش. میره جلو حالا دیگه همه غم‌ها و نگرانی ها رو نور سبز جمع کرده. حالا شما باید یه بازدم داشته باشین، یه فوت محکم، مثل وقتی که میخواین قاصدک رو فوت کنین. اینجوری همه غم‌ها و نگرانی ها پس میشن بیرون. آماده این؟ حالا یه بار دیگه میخوایم با هم امتحان کنیم. 1 2 3. یه نفس عمیق، نفس رو نگه دارید. حالا بازدم. یه بار دیگه. حالا بازدم. آفرین بچه ها، شما الان تمرین تنفسی انجام دادین. رنگ سبز شماها رو سالم تر میکنه. کلاه جادویی به لومی گفت لومی قشنگم، تو میدونی که ما رنگ‌های دیگه‌ای هم داریم. آره من میدونم ما خیلی رنگ داریم، مثلا رنگ صورتی، نارنجی، سفید و خیلی رنگای دیگه داریم. من همه رنگا رو خیلی دوست دارم. لومی از دنیای رنگ ها برگشت. اون یه عالمه چیزای جدید یاد گرفته بود. خوشحال
به خونه برگشت. اون دیگه به رنگ‌ها نگاه می‌کرد و می‌دونست که هر رنگی چه پیامی داره. از اون روز به بعد لومی با دقت بیشتری به دنیای اطرافش نگاه کرد. خب بچه‌های عزیز من، شماها چطور؟ شماها دنیای اطرافتون رو با دقت و توجه نگاه میکنی؟ رنگا رو چی؟ من یه چیزی بگم لومی بگو، امان از دست تو لومی بازیگوش. من میخواستم از بچه ها اینو بپرسم، بچه ها شما اصلا رنگ مورد علاقتون چه رنگیه؟ حتما به من بگید باشه. من دوست دارم آقا بدونم شما چه رنگی دوست دارین. باشه لومی باشه. بچه ها حتما رنگ مورد علاقتون رو واسه لومی فسقلی بازیگوش ما بنویسین. منتظرتونیم. هم من هم لومی دوستتون داریم. منم بچه ها رو خیلی دوستشون دارم. خداحافظ بچه ها. بچه های عزیز من، حتما روی دکمه سابسکرایب بزنید. زنگوله رو هم بزنید که هر وقت داستان جدید گذاشتیم یادتون بیفته. منتظر ما باشین. با یه قصه تصویری قشنگ دیگه قراره بیایم پیشتون. تا قصه بعدی، بدرود.